در مالزی امروز روز رخصتی ما بود و ما هم تصمیم گرفتم از این فرصت استفاده کنم و برم کمی شاپینگ کنم برای خود. آمدم مستقیم به امارتی سیشن، از اینجا با مایتان شاپینگ مال. و مایتان شاپینگ مال یکی از شاپینگ مال های کلان در کوالالامپور است. داخل مایتان شاپینگ مال یک مغازه به نام برندز اوتلت است که اینجا خیلی جنس های خوب و قیمت های مناسب دارد. ما هم تصمیم گرفتم از اینجا یک پتلون برای خودم خریداری کنم. آمدم داخل مغازه، اینجا یک بلوز دیدم خیلی جنس عالی و قیمتش هم خیلی مناسب بود و چون من پتلون کار داشتم رفتم سراغ پتلون. دوستای عزیز، یه پتلون خوشم آمد و گفتم باش برم ترای کنم که سایز دیگهش برابر است یا نه. بس دیدم ترای کردم خوشم آمد، میره تصمیم گرفتم که بگیرم. خب آمدم به کانتر، پولش پی کردم و هم میده طرف خانه گفتم برم دیگه. امیدوارم این ویدیو خوشتان آمده باشه دوستای عزیز. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدارتون.